خودت رو مانده نکن. مایلش عزیزم. خدا جزای آن کلت کلاس گفتنی آدم را دهد. به ما چسبیده است. هیچ نیکی از ما دور شود. مرا بدم رفتم. مرا کشتنی بود. کلت کلاس. اول رفته در ماشین چرخو نکسن زنید بعد عملیات شروع کنید. جناب اسلامی سردارم چه خیل است؟ مگر سردارم جزاکالله شد. سردارم لوند با کجا رفتی؟ منو گذاشته با کجا رفتی؟ من حالا ایندار میشدم. خب برای من خواستگاری میرم و ما بسیار کارها را به انجام میرسونیم. اونال جان لوند بشکن. من دیگر زندگی کردن نمیخوام. من باید قدی تو میرفتم اونال. لوند سفسطه نگو اکه اونال خوب است. چی؟ خوب است؟ ای دروغ راست میگوی؟ خوب است زنده است. یک لحظه اگر برای در نزد بیمارخانه برای به پون افتیدن هم دروغ گفته ایستاده باشی دهان بینیت را بشکنم. به من راستش رو بگو. زنده است. راستش رو میگویم. یا خدای تو با تو هزاران بار شکر. بیا تو را آغوش گیرم. برادر هدیه‌گیری انشالله آیلی که بگیرم راضیت بکنم. اوکی؟ خوب است. از جراحی برآوردن تیر رو هم برآوردن خوب است. کسی که به سردارم تیر پرانده است قسم میخورم که من انگشتان او رو میشکنم. جناب سمیر ما پلیس ها با کارمون هیچگاه هیچ شاتمان رو آمیخته نمیکنیم. نباشد من کله او رو کیو کنده پرتفته بودم. اما یک چیز عقل من راست نمیگیره. مگر که جرأتی پراندن سردارم را میکند که با این کار جسارت میکند؟ کلت کلاس میگویند. چی؟ کلت کلاس میگویمی؟ تو رو نکشم. حیاتم اونال جانم خوب هستی؟ تو رو نکشم. اکی اونال چی میگویی؟ اونال چی گفته ایستاده؟ جزمه؟ این با کی گپ میزند؟ اونال با کی گپ زده ایستاده؟ تو چی گفتن میخوایی؟ او در اینجا چی میکند؟ او در اینجا چی کار میکند؟ همه این در خیالش است. به فکرم او خوب دیده ایستاده است. عزیزم خوب دیده ایستاده. حقیقت ندارد. میلش من در نزدت هستم. نترس. ایست خیل نکن بدنم درد میکند. نکن. اپا جان تلاش نکن. یزنا مدهوش است که از همین سبب این خیلی گپ زده ایستاده است. حالا به دکتر میگوییم. جناب سمی شما باوری دارید؟ من درباره کلت کلاسی علیه لعنت همه حجت ها را دارم. او قاتل نیست. او دزد است. این خیلی کار را نمیکنه. چی دانم همی گفتند؟ خیر مگر حیاتی سردارم در خطر است؟ آخر از جراحی برآوردن تیر رو هم برآوردند و حالا به هوش نیست. اگر به سردارم یگان چیز شود دیگر در حیات بودن من هیچ ارزشی ندارد. کلت کلاس احمقی ناشدنی خزنده نابکار. اگر تو رو وقتی دستگیر کردن با محبس نکشم من رو لوند نگویند. در اینجا نوشته میمونم. لوند جون لوند گپ زن. من به تو یک چیز بسیار مهم میگویم. گپ زن شما را گوش میکنم. اوی خدا شفا دهد. سلامت باشید خانم جمیله. بله بگو جان. پلیس کلت کلاس در اینجاست. کلت کلاس اینجاست. همینجاست. حیف شد عقلش رو گم کرده است. کلت کلاس در اینجاست. او چی دیده ایستاده است؟ به زبانم آمده ایستاده است. چی بود؟ آقای اکرم همش تاثیر نرکوز است. سلامت باشید خانم جمیله. تشکر. همه انسان در وقت جانتیش هر کس سخن میگه. کی در اینجاست ها؟ با خیالم لحظه پراندنش به یادش میاد و تکرار به تکرار کلت کلاس گفتن میگیره. همون لحظه حادثه رو به یادش آورده ایستاده. اما این پیش از پرونده نشدنش هم در همه جا کلت کلاس را میدید فاروق.
بابا جان بینید چقدر نفس میکشد مانند اونی که درد میکشد گویا که او را باز پرونده استودم جانم. کلته کلاسی احمق دامادم رو به چه حال آورد؟ اینجاست دارم اینجاست. نه لیکن بردوام با شما نگاه کرده کلته کلاس گفته استوده از دوموزیو. با من؟ با خدا شما رو نگاه دارم. نه دقتم رو جلب کرد. بله تو رو نگاه دارم. بله بخدو تو رو نگاه دارد دوملوزیو. نه به شما همین خیلی نمایان شده است. چرا سیا را نگاه کنن؟ چرا به ما این خیلی نمایان شود جانم؟ آشکار او رو نگاه دارم. بخدو عجیب است تو رو نگاه دارد. عجیب است جناب فرخ. معلوم است که نگاههایش به اینجا روز شده است. یعنی اگر هر دومان حالا جایمون روی وز کنیم باز به همینجا نگاه میکنه. یعنی به شما مایلش نباشد. چی مایلش فروخ بالا زنه چی مایلش؟ کنی تو با اونجا گذر با اونجا گذر کنی بینیم تو رو نگاه میکنه. گذر آی امک چی کار کرده ایستادید؟ اینش میگوید به اونجا گذر اینش میگوید به اینجا گذر. مگر اینجا باغچه بچگانه است؟ مگر اینجا جای بازی است؟ ما در بیمارخانه هستیم. آدم بیمار خوابیده است. شما چی کار کرده ایستادید؟ بس کنید. به خدا که دختر راست میگوید. اینجا بیمارخانه است. جدی باشید. در نزد بیمار هر گپی زیادتی نزنید. چی مگر ما گپی زیادتی گفتیم اپای جان؟ زنک تبگی تولی؟ بین حالا هم تو رو نگاه کرده گفته ایستاد است. پر هستید نمیبینید مگر؟ بله او رو نگاه دارد. فروخ کن اینجا بیا تو هم اون طرف رو کن جاتون رو عوض کنید. داملا اون طرف گذر. آقا اکرم بیا من برم. با تو چی علاقه آخه داره؟ ببینین اول مرا نگاه داره بعد تو اون همراه طرف نشو نگاه داره. داد نزن کن این طرف گذر. آخر تو باشه اون طرف کنی گذرید که بینیم کلان نشان میدید. باز شما رو نگاه دارد دوموزیو. دوموزیو به خدا که تو رو نگاه دارم. فکرم یکم برادر میریش داره ایده است. در اصل من اما من سببش رو میدانم. چی بوده است؟ شناس نشدند. از همین سبب نگاه کرده این خیلی نشان داده است. ممکنه خیلی باشد. بله کلت کار نمی کند. باز یک چیزی دیگر است من گفتم اونم. علاوه بر این کلتکلس بودنش معلوم نیست آخر. اثبات شده است. یگان دلیل دارد کلتکلسی من میدونسته مورچه را آزار نمیدهد. این ناحق تو میشود. کلتکلس را از کجا میشناسی؟ یعنی من کلتکلسی خزنده را در نظر داشتم. کلتکلسی شما میگفته گیرانی. در اینجا کلتکلس است. پلیس را جیغ زنید. اینجا نوای. خدا آن کلته کلاس رو زند. استغفرالله توبه کردم خدا. آنها در اینجاست. تمام همش گذشت تمام. بین همین جایم در برات هستیم. خدا نگه دارد. با خدا که انسان هنگام وفات کردن هر خیل چیزها را میدیده است. رحمتی پدرم باشد مابایم را دیدگی بود. اما در اونجا گفته رفت. سفسطگویی رو بس نمی کنید لطفاً. بیاخلا گوش یعنی ای زنی بدبختی لیکی. ما یک رفته هوای تازه گیریم ما برایم اینجا بسیار هوایش تنگ شد. رفتیم اپا جان بیرون بله بریم. تو بیرا تو در اینجا زیادتی هستی بیرا. تو دمت را گیر. نمیگیره. بسیار پنیک نکنید. ما آدم ریشتر را یکم بردیده برای همه خیلی کردیش تشکیل. خدا رو برای بریم ابو من رفته دکتر رو گویم اومدن رو بینه. خوب می شود بسیار خوب می شود. جناب سمی چیز گفتنی باشد گو داخل من سردانم رو دیدنی هم از راست ایستادن درخت شدم. مایلش چی گفتنی اما انا این بچه گبزه گرن کردین یکی. لطفاً اکای من بودنی دوملوزیو رو به هیچ کس نگویید. به حکم هم نگویید چون که ما به هیچ کس نگفته ایم. اگر شما من رو جمع میکنم. تیز گبزن؟ اون کلته کلاس هست کو در اصل آها جانی من بیا. لیوید اکای اونال چی خیل است؟ سوزای سمی میگه که سوزای راستی گب من خدمم ندیدمش. خدا رو شکر هزارون بار شکر. چی خیلی شد؟ حالا با داروی آرام کننده گذراندن خوب است. قریب بود که به دست می افتادم. به خدا که از ترس قریب نفسم می گرفت. بیچاره با باید غمگین شد.
من برای این پسر بسیار غم میخورم به خدا. من هم غم میخورم و چیکار کنیم؟ از دستمون چی میآید؟ من چی دونم شفقت، یگان کار کردنمون لازم. میکنیم اپا، میکنیم و چیکار کنیم؟ از کجا دونم من؟ اگر به سر او یگان حادثه آید دل من طاقت نمیکنه. من به شما نه تنها اپا بلکه مادر هم هستم. اپا بسیار منت نکن، ما را میدانیم تو به جای مادرمون هستی. گپ را دراز نکن. کنی سرهایتون را بگو. این سقراط کی است؟ اپا آرامی را رعایت کن. اینها رو ما برداشته نمیتوانیم. این سقراط گفتنی آدم بسیار آدم خطرناک است. من شرطش را خوردم. آدمانمان رسیدن. حاضر میرسن سردار. همش از روی توست کلتکل است. اگر اونال رو نجات نمیدادی امروز جیانم در قید حیات میبود. اکنون وقتی تو رو به یک دردی بزرگ گرفتار کردنم آمد. بیا اکنون برویم. رفتیم. سامی جان تو میدروی؟ نه من کمتر پس میایم. بیا سیلین جان ما میدرویم. داملازیا حالا در اینجا کی بودنی تو رو میگفتم و از تو خلاص میشدم. آخر بیتول رو از دست میدادم. با او وعده دادم که سیری اکش رو به هیچ کس نمیگویم. اما کلتکیلس بودنت رو گفتنم رو وعده ندادم. مالش لوین بالا بر آمد بعد مرا میبیند. همین طور همش با آخر میرسد. داملازیا با تخلصی کلتکیلس. سمی تو با کی گپ میزنی؟ خود به خود سرود زمزمه داشتم که تو آمدی. ای از نیونال هم در داخل جان کنی دارد. تو اینجا سرود زمزمه داری ها؟ خرچی رو برآوردن یگان جای وایمه کردن نیست کو. آفرین سمی، آفرین به تو. یا خدای توبه. رفته یک قهوه نوشی. سلیم به خدا ای کلتکلس همین خدر قهری دارم که اگر بخفمش باورم نمیاد. این چی عذابی است که آدمون از این کلتکلس میکشن. خدایا. اپا جون بسیار غمگینیم. رحمت جانم. خدا شفا دید ینگا. رحمت. سردارم اونال چی خیل است؟ خوب است. دکتر هممون برآورد چیکاری کرد اونالا که آرام شید. حاضر من میتوانم در آمده رو ببینم. خوب است بیدارش نکنیم. اما اگر من او را نبینم دل من آرام نمیگیرد آخه. کمتری دیگر خوب کند لوین. بیدارش نکنیم بسیار خوب میشود. نه ینگا من او را بیدار نمیکنم. یک بدرون در آمده بینم دلم آرام میشود خلاص. مایلش. مگر لوین این مخلوق رو ندید؟ بیچاره زورو این افرادی در برش بوده رو داملای دیندار میشود. یک دزد قاطع بودنش رو نمیداد. نه من این رو از زورو پنهان داشته نمیتوانم. زورو با این خیل آدم دیر باز یک جا بوده نمیتواند. بسیار ترسیدم کلتکیلس. یزنم تو رو اشاره کرد. هنگام اشاره کردنش ترسیدم که اعلان تو رو میفهمد. متاسفم زهرا اکنون دیگر جای گریز ندارم. یعنی این خیل نباید دوام کند. چی خیل؟ های زورو کلتکیلس بودنی داملازیا رو میداند. چی شده ایستاده است؟ مایلش آدمانمون جا بجا شدن. تیارن سردار. ذره خطاگی نمیخواهم. مایلش اکا. این اکنون تنها مسئله شما نیست سردارم. کلتکیلس امروز باز یک دشمن اشدی به دست آورد. کاری نیست داشته شما رو من به آخر میرسانم سردارم. ببینید من کلتکیلس رو دستگیر میکنم. وجدان انسانیم. توفیلم چپانه میپوشم. از این پس دیگر خیلی رفتار میکنم. تا کلتکیلس دستگیر نکنم خوب نمیرم. حتما دستگیر میکنم. سردارم تمام خودت رو از دست نده.
نباید سردارم چخور نفس کشید نامید نشده. سردارم حالا نمونه، من با شما بسیار کارها دارم. یک دقیقه سردارم، با فکرم این نمی رود. محکم شده. یک دقیقه این اشکوف بود است که اشکوف دست از یک دقیقه باز باید سرچاقتی مطمئن شما رو توضیح میکنه. پیشی سینه رو دهان و بینیت رو من توضیح میکنم. احتمال سردارم نمیده. تمام سردارم قریب آمد. ایش لمچه شاید جو باشه. در جو باشه. سردارم دهانت را کشید. با وسیله نفس میکشید. دندانت خیلی میقپید. یا خدایا سردارم نمید. اینه تو بچه رو پیش زیر بکنه. من نمیدونم سردارم. نمیدونم سردارم. باید این تلویزیون چرا صوت بکنم سردارم. من سردارم گفتم من بیاد با وسیله نفس میکشید سردارم. او بخشید شما چیکار میکنید؟ با فوت کرد سردارم. من هیچ کار کردن نتونستم. زنده است اما شما چیکار کردید؟ زنده است؟ یعنی که سردارم نمرده است؟ بله زنده است. خدایا با تو هزاران با شکر. با شما از اینجا کمتر اکسیژن روان کنم. من پلیسم یاری اول رسوندم. از اینجا اکسیژن دادم و ترمچه ها زیر کردم اما هیچ چیز نشد. این بالون خالی بوده است. یعنی با اونا چند بار گفتم این حریف بسیار خطرناک است، تو رو میکشد اما گوش نکرد. حالا کاری شدگی رو بین. باز از روی این حادثه ها همیشه او مرا گناهکار میکند. لطفاً فکری بد نکن. همه خیلی از زهرا. حالا او فکر میکند که من با سقراط یک جای کار میکنم. اما سقراط قریب بود که یزدان را میکشت. تو را نجات دادی. دیر یا زود یزدان همه این را میفهمد. اما او نمیفهمد. اما ناحق است. تو گناه نداری آخر کلتکیل است. میدونم گناهکار نیستم اما این دیگر اهمیتی نداره. دارد. همه باید بیگناه بودنی تو رو فهمند. حیاتی یزدان را دوباره نجات دادی. زهرا همه فهمند هم اون اصلا باور نمیکنه و بالای این یعنی حالا او فکر میکند که من با سقراط او را بدم افزاندم باز بسیارتر از خطایم میشود. این رو دوام داده نمیتونم. خاموشم لطفاً کلتکیل است. خاموشم با من نگوی که من باید روم. در حقیقت من به این طاقت ندارم. اما نخود راهی دیگری نباشد. چیکار کردم میتونم زهرا؟ از سقراط خلاص شوی شاید همش حل شود. چیکار خلاص شود؟ او را کشم؟ سفسطه نگوی چی خیل کشتن. از پشت یک دیوانه قاتل شدن میخوایی. خیر چی خیل خلاص شود؟ چی دونه؟ او را به محبس روان کن. نمیشود مگر؟ نمیشود. این حریف رو حتی با محبس کشم هم خلاص شده نمیتوانیم. خبر کشی میکنه داملازیا بودنم رو به همه میگوید. هم اگر حتی با محبس در روی شناسهایش بسیار آرام نمیشیند. از قفایم آدمانش رو میگذارد. اکنون تو رو باز به خطر گذاشته نمیتوانم. من باید روم. خیر اکنون چی کار میکنی؟ نمیدونم. در حیاتم یکم بار چی کار کردنم رو نمیدونم. تمام غمگین نشو. همش میگذرد. لیوین وضعیتش چی خیلی است؟ وضعیتش تو رو با سردارم رو خیلی دیدن مرا بسیار افکار کرد. سیلین مرا نابود ساخت. این سردارم مولل است. یک آدم کلان میبینیش لنگاهش دراز خوابه با زور نفس میکشه. من خودم خیلی زیق شد که فکر کردم که مرده است. لیوین این خیلی گب نزن. خطر حیاتش پسی سر شده است. گوش کن. کنی رفته بین بسری اون کلتکیلوس یکم بالا اومد. کنی رفته بین. اپا جون چی میشه؟ یک آدم کلان از درم اینجا ایست و آرام شد. تو هم اینقدر بیقرار بودی؟ ای چوششما دعا کن که ملیسایی لیباسا در تنت نیستن و از بیل میغلطن. این رسمت میغلطوندی حیوان؟ این کی است؟ دیوانه قریب بود که تو رو میگوش. میگه مشکل که میکشون. آروم شو خیر. گم شوه. در اینجا محافظ نیست مگر؟ روبین ما تو چه خیلی نگاه میکنم. لطفاً به هیچ کجا نرم. مرا تنها نگذار. به هیچ کجا نرم. زهرا تو رو اصلا تنها نمیگذارم.
کیست؟ اون آدم؟ لطفا جواب نده. لطفا به تلفن اون قاتل جواب نده. کلتکیلس. چی میگویی؟ تو گپ رو نمیفهمی؟ با تو گپ هایم رو گفتم مگر من رو نمیشنوی؟ آخران گپ رو همه وقت من میگویم. و تو گفته بودم که بین من و اونال ندارم، اما من رو گوش نکردی. این رو فراموش نکن کلتکیلس. من خون رو با خون بدل میکنم. با تو روبرو گپ میزنیم. با تو روبرو گپ نمیزنم سفرو. اگر با نزد گویم روزی آمدنم روزی آخرینت میشود. فهما؟ و آمدنت باوری داری کلتکیلس؟ نشان بگیر. برای عروست نگر. بشرف. تو رو میکشم احمق، فراموش نکن. چی گپ شد؟ اکنون چقدر جدی بودنم رو فهمیدی ها؟ با تو چی بودن جدیت رو میفهمونم سقراط. حالا میبینی. زهرا با من بیا. چی گپ شد؟ با من بیا. هیچ گپ نیست. آرام باش. هیچ چیز نیست. چی گپ شده است؟ زهرا با من وعده بده مالش. از اینجا به هیچ کجا نمیجنبی مالش. نه لطفا خواهش میکنم. زهرا وعده میدم برمیگردم. خودت رو احتیاط کن مالش. خیر. چی خیلی نگاه دارم. چی نگاه داری؟ لوید از برای خود آرام شم. سلین التماسمو پدنالا تبگو که همجا گوشه و کوزگان کارش میکنم و از بینش بغلطم. لوید جون آرامانا نفس بکش. چوخور نفس بکش. لرزشی دستانت میگذرد مایلش. سلین جان دستی مرم خیلی یک ساعت با خپین بیستیم با فکر مصابه من آرام میشم. مایلش. مرا گوش کن. کارها خوب پیرام شده ایستادن احمق. یکون عملیات کردنمان لازم. این کلتکیلس به دامی سکونجه شیطان افتیده است. باز چی خیلی عملیات اپا جان؟ تو همچی گفتن از رو نمیدونی. این آدمان خطرناکن، شوخی نمیکنن. افتاندم تو رو هم سقراط همین فکر. من حقوقهای خود را خوب میدانم. مرا نشناخته ای. در کتاب من ناموفقی نیست. نیمان وظیفه‌اش را اجرا کرد. کارش ترساندن تو بود. چخیل؟ آدمات حالا در زمین خواب است. مگر همین بود وظیفه‌اش؟ تو هیچ مرا نفهمیدی کلتکیلس. پایان رو نگاه کن. ماشین سیاه رو میبینی؟ کلتکیلس برای دوست داشتنت را حمایت کردن قوه کافی نداری. از این سبب مرا غضبانی نکن. زود به کارخانه‌ام بیا. سردار چرا کلتکیلس رو از بین نمیبردارید؟ با شما کاری بد کرد. آخر شما خیانتکاران را نمیبخشید. من جزای کلتکیلس را دادم. تو خواطر نشو. جزای کاری کرده‌اش را بسیار وزنین پرداخت میکند. کلتکیلس با کجا رفتی؟ لطفاً با من بگوی. زهرا من باید روم. با کجا باید روی؟ التماس سوال نپرس. دیوانه میشم. لطفاً با من بگو چی شده ایستاده است ها؟ آرام شو. با تو وعده میدهم برمیگردم. مالش. سقراط دعوتت کرد ها؟ نمیروی. زهرا نمیروی. زهرا بین با تو وعده میدهم مالش. لطفاً با خونه رو در نزد ارغون شک مرا انتظار شو. وعده میدهم برمیگردم. با نزدت میورم. وعده میدهم. یکی با تو چیزی رخ دهد. نمیدهد. خواطر نشو. وعده میدی؟ وعده میدهم. با احتیاط باش مایلش. مالش. برمیگردم. انتظار شو.
سقراط تو همینقدر غیرت داری که با اویلم دست میرسونی. مرد باشه با خودم سر و کار بگیر. به من افسانه نقل نکن کلتاکیلاس. از روی تو از همه انسانی در این دنیا دوست داشتم. جیانم را گرفت اونال را به خاطر از خفای تو شدنش از بین بردنی بودم. اما تو چیکار کردی؟ بازی کرده آدم را نجات دادی. خیر اونال چی کرد؟ جیانم را کشت. چون دوباره اونال را از بین برداشتنی شدم باز با من بازی کردی. اگر خودت را به جای من میگذاشتی این خیل نمی کردی. خواستم مانندی من حس بکنی. ترس کسی دوست داشتت رو گم کردن چه خیل بوده است؟ اکنون فهمیدی؟ تو بابا نیکویا نقل نکن. من سالها است که میترسم که دوست داشتم رو گم نکنم. چی میخواهی؟ بگو این رو. جزای کاری کردهت را میپردازی کلتاکیلاس. باز از من چی میخواهی سقراط؟ این رو با من میگو. از محبس خلاص کردن جیانت رو گفتی کردم. حاضر چی میخواهی؟ این رو بگو. اونال رو میکشی. پگو تا ساعتی 12 اونال باید بمیرد. سقراط از من چیز دیگر بخواه، اما این رو نخواه. نمیشود گفتم. میکنی. اونال رو میکشی. خونی مرا تازه کرده جزای خودت رو هم پرداخت میکنی. نباشد چی شدنش رو خوب میدونی. اونال رو با این سلاح میکشی. فراموش نکن پگو تا ساعتی 12 مهلت داری. این دفعه با من بازی نکن که تو را نابود میسازم کلتاکیلاس. من دیگر راه ندارم اونال. اکا با من نمی گفت. در محله گفتن که دامادی جناب اکرم پرانده شده از برای همین من هم رفته کفت و کب کردم. او را کلتاکیلاس ما از دستی سقراط خلاص کرده است. این را سقراط نمی بخشد دادرم. یا کلتاکیلاس را می کشد یا از کشتن بدتر می کند. این دامولازیان نیست مگر؟ ماشین را دار؟ دامولا شام بخیر. خوب هستی؟ خوبم. شنیدم اونال را پراندن. وضعیتش چه است؟ خوب. خطر حیاتش رو پس سر کرد. دامولا این سقراط یک دیوانه تیار است. چرا به بین آنها می‌درویی؟ من نفهمیدم. دامولا میدانی داخل در طبیعت حیوان ها هستند. یک دیگرشان را میخورند. در طبیعت موازنت رو تعلیم میکنند. گذارید یک دیگرشان رو بخورند داخل. اکنون خواهم هم از بین اونها برآمده نمیتونم. آقای کنون سقراط از من کاری نمیشدنی را خواست. چی خواست؟ اونال را باید کشم. با این هیچ حیران نشدم. خیر چی کار میکنی؟ اونال را میکشی؟ نمیتونم. دامولا اگر نکنی این سقراط را پشیمان میکند. همه بدی را از او انتظار شدن ممکن است. کمی بنشین صحبت کنیم. دامولا این سقراط برای خونی اژدر
oileyi تو را و oileyi اونال را هم چشمش را نپوشیده به قتل میرساند. پدر و مادر آن اژدر هنگام کارهای سیاهی سقراط را کردند وفات کردند. هنگام طفل بودنی اژدر سقراط باشد خودش را مسئول حس کرده او را مانند طفل خودش کلان کرده است. فرزنددار نشده است. اونال اژدر را کشته کاری بد کرد. قصاص آن را نگرفته باز نمی ایستد. یعنی که چه خیلی که میفهمی یا اونال را یا سقراط را از بین بردن لازم. دیگر راهی برآمد نداری. کنان میدانی اکنون همه چیز رو میدانی. البته داملا تو همچون آدمی دیندار این خیل کارا کرده نمیتوانی. راه نشانده جایز است بگو. یگان کس را روان کنم تا که کار اونال را بیند. نه آقای کنان، اگر مردن اونال رو میخواستم او رو از دست سقراط خلاص نمیکردم. هم جایز نیست. داملا تو جایز است بگو با سقراط یک عملیات ترتیب دهیم. چی گفتی؟ اینش هم نمیشود. آخر این چی کار میشود؟ دیگر نمیفهمم. داملا اگر گفتم ممکن باشد این دو کاری بسیار نازک و بد است. بسیار وضعیت مشکل. خدا مددگارت باشد. اگر یگان احتیاج برایت تلفنم دایم فعال است. علا گفتنت بسنده است. با اجازت شما. خیر. تشکری زیاد. اوی کنان با دیوانگیت نگاه نکرده جوان مردی. کالتاکیلاس شیر خواطر شدم. با تو یکون چیز می شود گفته ترسیدم. با تو گفتم که می آیم. اون آدمی احمق است. چی می خواسته است؟ اونال رو می کشی. هیچ چیز نه. مثل همیشه مرا تهدید میکند. از او چی خیل خلاص می شوی؟ یکی به تو یکون ضرر رساند؟ زهرا چرا اینقدر برای من خواطر میشوی؟ ایستا التماس نرفت. تو رو دوست میدارم. تو چی گفتی؟ چی گفتی؟ تو رو دوست میدارم گفتم. تو رو بسیار دوست میدارم. اگر خواهی من به همه میگویم. فقط خواهش میکنم نرم. تو رو بسیار دوست میدارم. ما کی به اینجا اومدیم؟ شب در حال خوابت بود. من باشم تو رو با اینجا آوردم. چی خیلی آوردی؟ با خدا کمی مشکل بود لیکن برداشت آوردم. در آغوش تو خوابم برده است بگو. مشکل نیست. اگر خواهی روی دستم میگردانم. گرسنه شدم. از روی حادثه ها چند روز شد خوراک خوب نخوردیم. اگر تو آماده باشه رفته خوراک خوریم. مالش رفتیم.
این عطر از حج است. بشه دست دیگرت رو بیار. بیا که پول بشه. تشکر زیاد. بسیار بوی خوش دارده. داملای دیوانه نیست؟ همون است به خدا. السلام علیکم. علیکم سلام. جماعت مسلمین پیش از به مسجد در آمدن تلفن‌هایتان را خاموش کنید. مبادا کسی زنگ زند شما را از حالت به حالت می کند. خب امر معروف امروزه امان درباره ملائکه ها، ملائکه های نرینه و مادینه و شما آید این کمی معلومات می دهم. این دیوانه باز از کجا آمد؟ بچه خاموش. داملازیا باید به این راه نمیداد. بین آدم راهش را یافت. حالا باشد از منبر پایان نمی شود. اکی خرید داملازیا چی کنند؟ با او دلش سوخت آخه. اکا میلشو دلسوزی در این زمان ضرر دارد. من داملازیا رو گوش میکنم. طاقت دیدن این دیوانه رو ندارم. برادران مسلمان بین خودتان هر چیز نگویید، مرا گوش کنید. من برای شما امری معروف میکنم، یا آدم شوید یا برآمده روید، هم وقت خودتان رو نگیرید هم وقتی مرا. یا خدایا توبه، وای داملای دیوانه شما را هم دیوانه کرده است. من از پس این دیوانه نماز نمیخونم. اما که خلیل من میبرایم. من خیست ایستید، صبر کنید. شما جماعتی من هستید، شما اینجا میمانید، هیچ کجا نمیروید. همام برای خودت امری معروف کردن. ایستید، نروید، وگرنه به خدا قسم میخورم که در حقتان دعای بد میکنم. دعا میکنم گفته؟ هجری به او اهمیت نده، او دیوانه است آخه. شما خوب ایران نمیفهمید. کسی که از مسجد بیرون نشود خانهش پر از کیک شود. چی؟ کیک گفت؟ بله او کیک گفت. چی خیلی کیک اما که خلیل؟ من از کجا دانم هجری؟ دامولای دیوانه ببخشید، شما کیک مایده رو در نظر دارید یا همون کیک های مثل کنه کلان رو؟ کلان پوری کیک کلان شود. کیک ها به حجم قورباغه. با یک قرار بیایید یا کیک رو بگوید یا اینکه قورباغه رو. این فرقی کلان دارد. مرا گوش کنید دامولای دیوانه. انا کیک مخلوق ضرررسان بوده، در تن و سر انسان ها جای گرفته خون انسان رو میمکد. قورباغه باشد در درون باطلاق خود بین علف ها میگردد. بین اینها فرقی کلان از دامولا. تمام هجری بیا میرویم. با شما میگویم ایستید، نروید. کسی که میرود و سرش سنگ پوش بارد. از قورباغه به سنگ پوش گذشت. دیوانه ای تیار است. بیایید میرویم. دیوانه شد. صبر کنید، نروید. به من گوش کنید. پیش روید. حالا صبر کرده ایستید. من باید دامولای ساختکاری شما را من نشان میدهم. صبر کنید. با شما میگویم برگردید. مردم صبر کنید. حالا صبر کرده ایستید. دامولای متهمی ساختکار. حالا صبر کرده ایست. حالا من تو را نشان میدهم. متهم ناکس. خدا را شکر وضعیت اونال خوبتر شده است. بابا جان با اپم گپ زدی؟ بله گفت که خبر خوش را رسانم. بسیار خورسند شدم اولی. اکای اونال با قوت زود زیاد میشه. اونال رو میگوش. داماد تو بیمار هستی؟ نه آقای اکرم، من کم مانده هستم. انشالله اونال معیوب نشده صحت میشه. تورین دم بگیر. استغفرالله چه خیلی مایم است. فاروق چی میگویم؟ دینا ندیدی در بیمارخانه؟ یعنی چشمانش قریب که اثرش میبر اومدن. چون گپ میزد که در مقابلش کلتکلس باشد. یعنی گویا که کلتکلس در بیمارخانه بوده است. مگر شما پای نبردید؟ تنها من پای بردم. هیچ کس پای نبرد. با خدا که این کلتکلس سلامتی اونال رو از بین نبرد خوب است. این چی خیلی گپ است یانگا؟ یزده هم بسا خوب است. چی خیلی که دکتر گفت خوب می شود. اما آخر از دهانش بغیر از کلتکلس دیگر هیچ چیز نمیبر اومد. شنون گپ میزد که گویا کلتکلس در بیمارخانه در مقابلش ایستاده است. اون کلتکلس گفتن آدم جرأتی به بیمارخانه آمدن را میگیرد. یک بیاید با دستانم میجوید. کلتکلس شاید آنقدر در دوری نباشد. یعنی در نزدیکی هایمان بوده میتواند. این خیلی شده میتواند. این میدوند مگر کلتکلس بودنش را میدوند مگر در گلویم نونو. یک لحظه کنیم بگو همه چی را میدوند؟ چی را میدوند؟ خانم جمیله
چرا صمیم میداند گفته پرسید؟ تو دعای دسترخوان رو میدونی؟ من دعای دسترخوان رو از کجا دانم؟ داملویم اگر داملو این است. اگر بدانی خوب می شود و یگانجا برای خوراکخوری بروی در برات داملو نباشد چیکار میکنی؟ تو شاید پیش از خوراک بسم الله هم گفته نمیتوانی. بسم الله الرحمن الرحیم. داملو دعای دسترخوان رو میخونه. داملا یک دعایی به جایی کنید که برکت این دسترخوان زیاد شود. خیر میخوانم. در کجاست؟ آن داملایی ساختکار میگویم در کجاست؟ این کیست؟ این از کجا برآمد؟ آدمی در جنگل بوده. این کس همون است؟ یعنی از جهت خز داملایی ساختکار خز از جهت میگویم. ای خدا زده. ای فروخ چی شده؟ ایستاد از این آدم کیست؟ من از کجا میدونم؟ تو هیچ چیز رو نمیدونی فروخ. این کیست؟ داملای حقیقی؟ نه اپا جان، یک دیوانه تیار است. از دیوانه گفتن دیوانه شده است. کاری دیگر ندارد، به داملا زیادین چسب است. این از کجا برآمد؟ ساختکار فریبگر، جماعتی مرا از من دزدیدی. آنها مرا گوش نمیکنند. آنها را جادو کردی. جناب ما را میبخشید و میگفتید شما کیستید؟ باز یک گپی دیگر دارم. شما درباره داماد من چرا این خیلی گپ میزنید؟ داملازیا این کیست؟ جناب دیوانه است، اهمیت ندید. دیوانه. بسیار خوب. گوش کنید، من دیوانه نیستم. من داملایم. دیوانه باید. گوش کنید جناب، دامادی تو داملا نیست و یک ساختکار است. یک ساختکاری دیوانه. بله ساختکار. اگر تو ساختکار باشی پس همه کاری تو ساخته است. داملازیا بوده است. بله نشونیدی چی گفت؟ ینگا بس از آخر باز تر کردید. ساخته گفتن. بیزار دخترم او لقیدن گیرد. با لقیدنی او هیچ گپ نمیشد. او هم دیوانه است. زنی بد اخلاق. مگر من دیوانم یکون چیز بگو. من به تو فهمانده ایستادم که دامادی تو دیوانه است. دیوانه ای ساختکار. مادر نمیبینید آدم رسا دیوانه است. شما اینقدر به داملازیا میچسبید؟ هی این آدم هیچ چیز را نمیداند. ساختکار است. حالا که شاگردش در برش نیست، من وی را غافلگیر کرده یک چند سوال میپرسم. کنی پرسه. آفرین. کنی بگو در قرآن کریم چند سوره موجود است؟ در اصل تو جواب بده. در قرآن چند سوره است؟ البته که جواب میدهم. 114 سوره موجود است. آفرین. دیوانه هم باشد میدانسته است. آفرین. این ساختکاری متهم را ببینه گپ را به کجا برده ایستاده است. خوش مادامی که داملا هستی کنی سوره یاسین را بخوان. خواندن و میخوانم و حالا طهارت ندارم، گناه است. این رویت در گل. گپ را دیگر سو نبر. داملایی بی توفیق. حاضر من سوره فاتحه را قرائت میکنم، تو باشی معناش رو میگویی. راضی؟ کنی جواب ده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. استاد؟ لبه اجری. استاد من معنای سوره فاتحه را از خود کردم. برای شما هم بگویم؟ بله. حمد مخصوصی پروردگار عالمیان است. او بخشنده و مهربان است. پادشاه روز جزا است. خواست تو رو میپرستیم و تنها از تو مدد میطلبیم. هم خوشی پروردگار عالمیان است. بهترین. برادرم دانستی. براو. الرحمن الرحیم. او بخشنده و مهربان است. مالک یوم الدین. پادشاه روز جزا است. آفرین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنها تو رو میپرستیم و تنها از تو مدد میخواهیم. براو. آفرین. اهدینا صراط المستقیم. نشان ده به ما راه راست را. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. راه کسانی که بر آنها انعام کرده ای، نه راه کسانی که بر آنها خشم گرفته ای و نه راه گمراهان. آمین. آفرین. آفرین زیا. داماد آفرین به تو. معنایش را چیزی با گفتی. آفرین به تو. یگان جای مبالغه ندارد. در نتیجه من آخر داملا هستم. شفقت این اولیا شده است و ما خبر نداریم. همه چیز را میدوند. اگر هر کسی لایق هدایت باشد خدا هدایتش میکنه.
او شیخل این را دانست و یک دامولای ساختکار است. با وی باور نکنید. او یک دیوانه است. همه شما را جادو کرده است. شما با من باور کنید. او جادوگر است. جادوگر. داملا ازمی التماس. مادر اکنون دیدید آن آدم دیوانه است. ای فروخ، دیوانه این است. انیق. دیوانه بودن این آدم را از کجا میدونید؟ مگر حجت دیوانگیش رو دیدید؟ براو مسلمان. براو. سمی کور استی او دیوانه تیار است. من دیوانه نیستم. دیوانه وی است. وی دیوانه است. من دیوانه نیستم. دیوانه وی است. در آخر این کاغذ رو گرفتیم. خدا رو شکر. برای گرفتن این قریب بود که میمردیم. بخشکه چخه میمردی؟ تو مگر منیک هستی؟ از جرمن سر شده ای؟ کنی کاغذ رو ده. نمیشود آقای کانون، تشخیص رو باید دوام دهیم لطفاً. مگر دیوانه هستی؟ کاغذ رو بده میگویم. بده. گوش کنید. این رو پس سر میکنیم. با من باور کنید. تشخیص رو دوام دهیم. کاغذی تشخیص رو بده. آقای کانون به خداید. نه لطفاً نکنید. دیستید. میلش تشخیص رو میدهم. عذاب کشیدیم اما در آخر گرفتیم. کالتا کلاس دوستم با آزادیش برسد. یا خدایا. آهسته بران. حیوانی. این چیست؟ چی همون کاغذ؟ چکل کاغذ تایلاب؟ اکا این نتیجه تشخیص دکتر است. گفتی اوزی بازوری گرفتم کو؟ تو چی ها گفته ایستاده ای؟ مگر دیوانه ای ها؟ ای خدای با من صبر ده ها. های کالتا کلاس. های کالتا کلاس. مرا معیوب کردی. من اگر تو را با دست بیاورم با تو نشان میدهم. نشان میدهم. اکا خوب است خودتون رو با دست گیرید. ای حیوان آهستران که آرامی جانم می رود. آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. ای ساربان آهستران. این کاغذ را برده با داملا دهم. کالتا کلاس برادرم آزادی را به دست دارد. ای پده اونش ده هر چی گفته است. یا خدایا. داملا بیا بریم او طرفو یک هوای تازه گیریم. حوالی را تماشا کنیم. من به هیچ را رفتن نیستم. دور شو از بر تو هم. درست یعنی همون داملای ساخته هستی. دور شو. داملا شما آروم شوید. داملا هیچ در را رفتمت. این مخلوق بدبخت نمیاد. لازمی یک روی نکنید. این رو داره. این هم یک طرف ستازر من. زانگی از تو کمک پرسا بردارم استاد هجری تو در اینجا چیکار میکنی؟ استاد اگر آدم به حفظ رفتد پای به طهارت میشود یا نه؟ هجری مگر حالا وقتی سوال پرسیدن از این آدم رو نجات دادن در کار. استاد این روا است. مگر کسی که به حوض میدراید به طهارت میشود؟ نمیشود. این خیلی ممکن نیست. پس نباشه زیر باران نیستیم گفتنی بعد رفتن نمازمون رو خانه این خیلی میشود. نمیشود. بیا. استاد یک پیشنهاد دارم. حالا من به درون حوض در اومده او رو میبردارم میشود؟ نمیشود. داملا این رو دارید. داملای دیوانه تو چی کار میکنی؟ از برای خدا این چی حال است؟ چرا به حوض در اومدی؟ بیا داملا اصلا تو بده. بیا داملا. چند روز شد که آب بازی نکرده بودم. کنیان آدمی که مرا فریب داده؟ تو مگر مرا فریب دادنی هستی؟ کنی پولهایم را برگردان. شوکت این آدم از تو کدام پول را میطلبد؟ جناب اکرم این هم یک دیوانه دیگر است. آخر نامش را گیر و گوشش را کش میکنم. من تو به این داملای ساخته را نشان میدهم. جناب من یک متعهد میباشم. انا این آدم مرا فریب داده پولهایم را گرفت. چی؟ آشکارا نقش بازی بله آشکارا بازی دارم. مگر این خیلی میشود آخه؟ من از این برادرم هجری برای یک کاری خیر زمین میگرفتم. این آمده مرا فریب داد. حاضر در اینجا من تو که هستی کنی پولهام را بده. برای گم شدن بوی ناف کرده.
بیچاره همه بدبختی هستن که یا فرموشی داملو بخشش یکیش بود. اصایتون بگیرید. ببخشید جنابان، یک دیوانه بوده است، خودش رو داملا میگرفته است. مردم محله شکایت کردند که در همین است. دیوانه ایه؟ انا همین است دیوانه. دیوانه ایه. برادر شما چیکار کردید؟ من دیوانه نیستم. من داملا نیستم. بیایید بچه ها نمیشه گذارید مرحمت کنید مرحمت کنید شینید بچه ها شینید محله شاخر گذارید دانشو های میشه ما اپا جان ایستا با کجا میروی؟ کلتا کلاس ایست با کجا میروی؟ آفرین با تو چی؟ اپا جان کمترک بلندتر فریاد بکن هیچ کس نشونید کلتا کلاس گفتن است خودت رو نشان نده هیچ کس ندید اخیر اپا جمیله با خدا برای اونه که یگون گپ از دهانت میبراید تلخ کفسم التجا میکنم مخنون از این خونه بیرو گفتنت رو سر نکن تو خودت ماننده ساعتی بمبدار اینها را یک طرف گذار کنی به من بگو سقراط گفتنی آدم کیست؟ اپا سقراط رو بیامان یک آدمی بسیار خطرناک است خیر تا بازی با کجا میروی؟ با مسجد خدا قبول گرداند برادر او بسیار آدمی یک رو است مرا گوش کن این خلصوص نیستیم و رفت خریداری کنیم من چیزهایم را گرفته زود برمیگردم مایلا شپا جان من به خدمت آمادم همیتونه میرسی سردارم کی به پا میخیزید کی همش مانند گذشته میشود خیر مگر شما قوه پیشنیتان رو به دست آورده میتواند کی میداند مرا لیوین گفته باز فریاد میزنید مثلا حجت ها را یک میپردید سردارم التماس خودت رو از دست ندید خیلی دکترها گفتن که اونقدر خطر جدی نیست اما شما در اینجا مرده باره دراز کرده خواب بسیاریم نشانه خوب نیست دلم به حضور از بسیار خواتیرم التجا میکنم خدایا التجا میکنم سردارم خیزید از پای کار شویم دستت رو گیر زیر نکن سردارم باورم نمیاد که شما زنده اید از خدا شکر میکنم یک بار دیگه گفتن سردارم یک بار دیگه التماس انتی احمق علی در کریاس یعنی هر تمام شب در نزد شما بود سردارم بعد من به خاطر کم چیز خورد و با خدایت باز او رو به آشخانه روان کردم باز این میآید لبنت کلتکیل از در اینجا بود در بیمارخانه سردارم بگذار گفته شما شد پسرم در حقیقت در اینجا بود سردارم خبرگیری آمده به شما مگر تو هم من باور نداری اما آخر سردارم اینها همشون تاثیر نرکوس میباشن میگن هنگام نرکوس خوردن گلوتیناسیا شدنش همه چیز رو آدم میدیده است پسرم وای در حقیقت در روبرویم بود میگویم به بیمارخانه آمد میگویم سردارم در حقیقت اگر این خیال چی شدنش ممکن است سقراط و کلتکیل از مرا کشتن خواستند آنها در همه جا بوده میتوانند کلتکیل از باشد کاری نیمکارش را برای تمام کردن به اینجا آمد اما موفق نشد به این هم موفق نمیشود سردارم شما هیچ خواهی نباشید I'm sorry من باید کلتکیلس را کشم کلتکیلسی بیشرف را با دستانم بوغی کرده میکشم برای از اینجا گریختنم به من کمک کن لبنت چه سردارم جدی میگویی من پسرم من باید گریزم گریختنم لازم است سردارم شما بیمار هستید التماس این کار چه خیلی میشود اپا تو چیکار میکنی از برای خدا مگر تو دشمنی من هستی دستانم میکنندی هیچ کار نمی کند اپا از برای خدا تو چی در داری دیروز آمدی خانم خانه شدن میخوایی چون کلتکیلس به تو میگوید بیرو تو باشی بارو بند طبیعی در سرت میزنی بارو بند تو چی نداری ای شفقت این قدر بسیار گپ میزنی مثل خوشتامنم هستی راکت اپا جان مگر تو خوشتامن داری ها تو هستی کو با دویمش چی خوشد یه روز سیاه خسور میگفتی اخی کلتا ناملازیا السلام برادر سلام علیکم سلام علیک السلام این زن کی است؟ جوانم من جمیله اپای زیو هستم